اما صبری که من خود وصیت میکنم به در خانواده خود، اگر زن صبر نداشته باشد، این رو هم گفته گذاریم، زن اگر صبر نداشته باشد، زن اگر برابر هر یک کوچکترین مشکلی ها برود به این و به آن شکایت کند، برابر کوچکترین مشکلی ها دیگر من سیر از جانم شدم و سیر از زندگیم شدم گفت، و زن یک زنی گفتیم فشیل یا گفتیم باخته مغلوب شده در زندگیش هست. یعنی با صبر یک مادر از همه جهت میتواند یعنی زندگی خود را پیش برد، میتواند یک مادر موفق، یک همسر موفق باشد. یعنی صبر حتمی هست، خصوصا برای دخترکان، برای زنها، آنهایی که در مشکل های زندگی صبر کرده نمیتوانند برابر همسر خود یا بعضی از مشکل هایی که از جهت فرزند خانواده میبینیم، آنها اصلا زندگی خود را دوام داده نمیتوانند، اگر دوام داده توانند هم با هزار یک مشکلی. لیکن خیلی باز هم گفتم و میگویم صبر را با ترسانچکی، با طلب کردن حق خود آمیخته نکنید. صبر چیزی دیگر است. صبر تو میتوانی و میگوی نه من خودم را کظم غیظ میکنم، یعنی غضب خود را فرو میبرم، اما این نیست که شما صبر میکنم گویان یک نفر شما را چی تهمت کند، هم یک نفر چقدر حق شما را گیرد، هم یک نفر چی خواهد بالای شما کند، هم باز بگید نه من صبر میکنم. سمگان سوال من چنین است که روزه های قرضیم را گیرم و هم کفاره دهم. یعنی میپرسن که آیا من هم روزه قرضی گیرم هم کفاره دهم. خواهر عزیز، زمان یک زن برای روزهش کفاره میدهد که 1 سال میگذرد، یعنی او رمضان قرضدار بود تا رمضان دیگر قضاش رو نگرفت از روی سهلنگاری یا گفتیم از روی بی اهمیتی. در این وقت بعد از رمضان که میگیرد هم کفاره میدهد هم روزه میگیرد و کفاره روزه اینقدر اونهایی که هم کفاره هم روزه میگیرند وزمی نیست. شما برای هر یک نفر به اندازه سیر شدن خوراک میدید، یعنی هم یک روز روزه میگیرید و هم یک نفر رو سیر میکنید، یا بخوام اگر حساب کنیم برای هر یک روزتون و جز روزه گرفتهتون تقریبا 1.5 کیلو ارد و یک قمبغل تقسیم میکنید. یعنی این اما برای فقط نفرانی هست که 1 سال میگذرد و از روی بی‌پروایی روزه خود رو قضاش رو نمیگیرن، اما به خاطر حاملگی به خاطر بیماری بود، انشالله در اینجا فقط کفاره هست.